سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال الکتروکان. من امیرحسینم و امروز اومدیم یه آینه بی‌نهایت بسازیم با یه قاب و شیشه رفلکس و آینه و چند تا خرت و پرت دیگه و اینا. بریم ببینیم چه شکلی درست میشه. بزن بریم. برای ساخت آینه بی‌نهایت نیاز داریم به یه درایور با کنترل 2 متر ریسه با یه چارچوب و یه شیشه رفلکس و با آینه. حالا بخوایم بریم درستش کنیم، اول باید اینو آنباکس کنیم. تمام. اول سراغ چسبوندن این، بعد باید ته سیمشو بدیم بیرون برای اینکه درایور رو بس کنیم. اونا رو ما که چسب داریم تموم شد، وقت آینه است. آینه رو میذاریم سر جاش و چسب بزنیم دور براش دوراش. این از آینه، این هم از شیشه رفلکسش. دو تا گونیا با 2 تا پیچ یک باید بزنیم این دوور، یکی اینجا یکم اینور که این شیشه رفلکسمون نیاد به پشت بیفته. من میزنم میام. خب این دوتا رو زدم، 2 تا هم اینجا زدم که از بغلا نیفته. حالا نوبت این بریم بچسبونیمش این کف. یه نکته بگم درباره این چسبای 1 2 3. هر وقت که کارتون تمام شد یه فوت این تو سرش بکن که چسبان اینجا نمونه خوش بشه، بعد هم دارش ببند. خب حالا بخوایم این دوتا رو به هم وصل کنیم، باید یا جامپر داشته باشیم یا اینکه یه کار میشه. الان بهتون یاد میدم. اول اینکه باید این فلش ها رو به هم باشن. دوم با استفاده از سوزن میشه اینجا رو اینا رو به هم وصل کرد. حالا صبر کنید. با استفاده از این سوزن ها 4 تا دونه از اینا میاریم یا 2 تا. خیلی خوب، این هم از این دیگه تموم شد دیگه. هرچی بود توضیح میرسیدم دادم. حالا وصلش کردم یه تست ببینیم. این هم از این سفید. این هم از آینه چیزمون دیگه بی‌نهایت.